میفهمید که ملک الموت روح یک طفل چگونه میگیرد؟ آیا بالای طفل عذاب می باشد یا سختی جان دادن می باشد یا خیر؟ وقتی که ملک الموت نزد طفل میآید و میخواهد که روح او را قبض بکند، بسیار به آرامی، بسیار به شفقت نزد او میآید و ملک الموت روح طفل قسم میگیرد مثل که خوشبویی از بوتل عطر بیرون میشه و از این طفل معصوم هیچ سوال و هیچ پرسان نمیشه در قبر، نه نکیر نه منکر و هیچ عذاب بالای این طفلک معصوم نمی باشد. وقتی که او را داخل قبر میگذارند هیچ تاریکی را او احساس نمیکنه، همیشه نور می باشد، نوری که گفته میشه دریچی از بهشت برای او باز میشه و گفته میشه که روح او به جنت میره، مثل پرنده های جنت او زندگی میکنه، یعنی بسیار خوش و آرام می باشه و طفل مسلمان در جنت منتظر پدر مادر خود می باشد که چه وقت او وارد جنت خواهد شد. در اخیر دعا میکنیم که خداوند متعال ما را مستحق بهشت بداند و از آتش جهنم و از عذاب قبر و تمام عذاب های الهی ما را نجات بده. حتما در قسمت کامنت آمین نوشته بکنید.